با عرض سلام خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار انصاری و تمام دستاندرکاران شبکه وصال حق. من واقعا خوشحالم که امروز چنین شبکه‌های توحیدی را میبینیم و من یک جوان 30 ساله هستم که در بیشتر از نصف عمرم به اندازه همین یک سالی که این شبکه آشنا شدم و دیدم، من علم و ادب نیاموختم و یاد نگرفتم. واقعا تشکر میکنم از این برنامه زیبای استاد انصاری که ما را با اینکه اهل سنت بودیم و موحد بودیم بازم آگاهی کامل نداشتیم از دین، از اسلام. واقعا با این روشنگری که بله، تشکر میکنم از شما بیننده عزیز و گرامی. متاسفانه ظاهرا مشکلی در پیام ایشون بود، در بخش پیام. صحبت بسیار زیبایی کردن این بیننده عزیز. گفتن که با توجه به این که بسیاری از بیننده ها اهل سنت هستند یا بسیاری از ماها، من خطابم به خود بنده هست، به کسی نیست که خدای نکرده کسی رو زیر سوال نبرم، شاید نام مسلمان، نام موحد، نام اهل سنت، نام انسان را یدک بکشیم اما در عمل چیز دیگری باشیم. در عمل محک واقعی و آزمایش و امتحان اساسی می شود انسان. هنگامی که شاعر می فرماید خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. محک خوردن انسان مهم هست. در عمل انسان باید نشان دهد که موحد است، نشان دهد که هادی است و مهدی است، نشان دهد که مسلمان است، نشان دهد که انسان است، نه تنها در ادعا. امروزه جوامع غربی و در رأس آنها سردمداران و سیاستمداران کشورهای غربی صدای حقوق بشرشان، حقوق انسانشان، صدای مساوات و برابری و دموکراسی و غیره و غیره گوش جهانیان را کر کرده است. اما در عمل آنها چگونه برخورد می کنند؟ اگر بخواهند آنها حقوق انسان شرقی رو، چه مسلمان و چه غیر مسلمان و به ویژه مسلمان رو رعایت کنند، آری آنها صادق هستند، اما نمی کنند. کشت و کشتارهایی که در عراق می شود، در سوریه می شود، در برمه می شود، چرا برخورد نمی کنند؟ در چچن می شود، چرا برخورد نمی کنند؟ در افریقا می شود، در کشورهای مختلف. به بردگی کشاندن ملت‌های افریقا تا به امروز ادامه دارد، توسط فرانسه، توسط ایتالیا، توسط دیگر کشورهای غربی، توسط انگلستان. هنوز استعمار آنها به حالتی نرم و آرام تا به امروز ادامه دارد و ثروت‌های آنها دزدی می شود و غارت و چپاول توسط این حکومت‌ها. اگر دموکراسی، اگر مساوات، اگر برادری، اگر برابری، اگر حقوق بشری وجود دارد در نزد شما، چرا تنها برای خود و همکیشان و هم نوعان و هم نژادهای خود می‌خواهید اما برای دیگران نمی‌خواهید؟ این است که به ادعا هرگز کفایت نمی کند، بلکه عمل هست که نشان می دهد انسان چند مرد حلاج است، انسان صادق است یا نیست. به همین خاطر الله متعال می فرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عربهای بادیه نشین، عربهایی که در صحرا ساکن بودند، گفتند که ایمان آوردیم. خطاب به رسول الله آمدند و گفتند ایمان آوردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها کسانی بودند که هنوز ایمان نیاورده بودند بلکه اسلام آورده بودند.
قل لم تؤمنوا، بگو که هنوز ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگویید که اسلام آوردیم، یعنی تسلیم شدیم به ظاهر اسلام، اما هنوز در عمل چیزی ثابت نکردید شما. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلبهای شما نرفته که در عمل ثابت بشه. این فقط در تسلیم ظاهری بود. برخی از گروه های بادیه نشینی که نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمده بودن، خطاب الله به این برخی از گروه هاست، نه آن مسلمانان فداکاری که در رکاب رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه و پس از آن در مکه و در شهرهای دیگر بودند. نه، اون برخی از گروه های بادیه نشینی که اومدن و این ادعا رو کردن و خطاب الله نسبت به اونها واضح بود.